تورم چند درصد بود؟ 1%، 2%. تورم 30% هم اون موقع ما داشتیم. نه من یادم دقیقاً دیگه. نه اون زمان هم کسی بود که نتونه نون بخوره؟ نه اون موقع یه نفر کار میکرد برای 10 نفر. اون موقع خرج و دخل به هم میومده. تورم مثلا 30%، 40%. اصلا راجع به این مسائل من هیچ وقت یادم نمیاد پدر مادرم راجع به گرونی صحبت کرده باشن. جوری که قدیمی‌ها میگن میشنویم و دیدیم و اینا، همه میگفتن ارزونی بوده. اگر خونده باشین هویدا یه خودکار بیکو 13 سال روی قیمت نگه داشت. بیچاره از وقتی بود تا وقتی رفت اصلا کبریت فقط 2000 بود. تورم 35% یه چیزی کمر شکنه، یعنی یه دفعه فقط جنسا قیمتاش نجومش نشده و همچین چیزی من یادم نمیاد. در حال حاضر بهای کالاهای اساسی نسبت به 2 سال قبل بدین قرار است: گندم 320%، شکر 308%، سیمان 300%، پشم 220%، آهن‌آلات 200%، روغن نباتی 200%، الیاف مصنوعی 220%، پوست و چرم 200%. نفتی که بود بشکه $1.80 یا 82 سنت و وقتی میرفتیم با کنسورسیوم صحبت میکردیم سر اون 2 سنت چونه میزدیم. یه مرتبه این شروع کرد به بالا رفتن، $5 و $6 و $10 و همینطور هی به طرف بالا رفتن و بعد به رقمایی رسیدیم که این رقم‌ها قبلا تصورش هم نمی‌کردیم. وسط تابستان همیشه صحبت از این بود که خب این کسری بودجه رو چه کار بکنیم. مطلب ما امسال معکوس شده، با این همه درآمدمون چه بکنیم؟ جنس وارد کشور میکنیم، تقدم هم میدیم با ارتش. این گزارش را هم 2 تن از همکاران جوان ما در دانشگاه تهران، هر دوشون هم هستند، دکتر محمد رضا اطمینان و دکتر فرهاد رادسرش تهیه کرده بودند. من این گزارش رو روزی خودم بردم به حضور اعلی حضرت. در این گزارش نوشته شده بود که میزان افزایش قیمت‌ها در سال قبل 30 و چند درصد بوده و امسال هم به همون روند پیش خواهد رفت. که شاه عصبانی میشد محکم پاهاش میکوبید به هم و محکم پاهاش کوبید به من و روش از من برگردوند، رفت به طرف پنجره دفترش در کاخ صاحب قرانیه. معناش این بود که برو از اتاق. اتومبیلی که مثلا در سال 74 بوده 100 تومن الان شده دوبل اون قیمت، یعنی 200,000 تومن. الان والا در حال حاضر از سال جدید به این ما که اصلا ماشین نفروختیم و مراجعه نمیکنن. من پولمون ندارم که بخرن دیگه. یعنی شما در سال جدید اصلا فروش نداشتیم. نه منم که قرار مستاصل شدم، نمیتونم. منم خودم 5-6 سال عائله هستم، با این درآمد من نمیتونم با این وضعیت زندگی بکنم. یعنی گوشت نمیتونم بخورم، مجبورم پنیرم میخوام بخورم که کیلو 16 تومنه، مجبورم نون خالی بالاخره کار دیگه نمیتونم بکنم. مردم چیکار میکنیم؟ خب نون خالی هم تو که گفتم آقای دکتر ولی گفتن پرتقال نخوریم، گوشت هم نمیخوریم، یواشاش بخوام تو که ایشان فرمودن نونم نمیخوریم تا ببینیم که اسرائیل کی میاد به سر وقت. میگن آقایون پرتقال نخورن، گوشت هم که نخورن، پس از نونم که نه، بس هوا بخورن. آوره بزن رو چراغ، آب جوش بیاد، نون تلیک کنن توش. اگه ما واقعا نان و گوشت این طبقه محروم رو تأمین بکنیم، همینجوری داشتن نخود و بیانه بالاخره دیزی داشتن که با این دیزی ارتضاع میکردن این تمام مواد مورد احتیاجشون توش بود که الان از اون دیزی محروم شدن. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.